آخرین قصه‌ای که برای شما روایت می‌کنیم قصه اباذر غلامی، قصه شوان، قصه شب‌های همه ما. اباذر خودش گفته که این شعر رو در میانه دهه 50 گفته. ما هم باور میکنیم. زمانی که خودش زندان بود و همسرش باردار بود و فرزندش به دنیا میاد و نمیبینه فرزندش و پسرش رو. اونجا این ترانه رو میگه، در واقع این شعر رو میگه. شعر بلندیه به اسم دیو نقل دیو، قصه دیو. و تو این شعر برای بچهش، برای پسرش که ندیده یادآور میشه که من پدر بی‌مسئولیتی نیستم. من اومدم بیرون برای اینکه با دیو بجنگم، اما خب دیوم برای خودش آدمایی داره، زوری داره، راه منو برید و منو اسیر کرد. حالا پدر دست و پاش به زنجیر پشت دیوارهای بود. اونجا اشاره میکنه به پسرش که نیامده، میگه که نگران نباش، بالاخره این شب سیاه هم تموم میشه، این زمستون هم بهار میشه و پدرت میاد پیشه و ما تو نوازش میکنه، سرتو میذاره روی پاهاش، جولت رو میکشه. این پرنده آزادی و خوشبختی هم بالا سر ما میاد و پر میزنه و میخونه. در واقع در امید میده به هر کس که فکر میکنه در زنجیره و تو سیاهی شب گیر کرده. این ترانه به یاد همه کسانی که پشت دیوارها هستند و به یاد اباذر غلامی که اینقدر خوب این شعر رو ساخت و ما فقط خواستیم که با واسطه ترانه این حس رو، این نگاه رو، این امید رو انتقال بدیم. شوان رو، شب‌های همه ما. لالای بوخوسای جان تی چشمان بوشوم قوربان نوکون زاری نوکون ناله نیگیر بوخوس